بسم الله الرحمن الرحیم. ریکاردینگ ټول په فارسی ده، نه نو فارسی. موږ تاسو سی اس استایل ویل کنه. چند نوع سی اس استایل داشتیم در روز اول که خواندیم؟ 3 نوع. یکی اینلاین بود، اینترنال بود و اکسترنال بود. اینلاین سی اس اس که ما خود دامون تگ نوشته میکنیم، در پاراگراف هیدینگ هر چی که باشه داخل از نوشته میکنیم. و اینترنال که در هید نوشته میکنیم، یعنی جا هید شروع شد، هید ختم شد، در بینشون ما استایل نوشته میکنیم. این اینترنال بود. امروز اکسترنال میخوایم. ایمیج داره که ما و شما در اینترنال خواندیم که فاوند چی باشه و از تکست و از ایمیج در اکسترنال هم هست. تنها پوزیشنش فرق میکنه. اکسترنال چی رقم؟ مثلا ما و شما که اینجا این سی اس اس پراپرتیز خواندیم یا دیوا یا فلاتینگ ای چیزا را که خواندیم، اینجا ما و شما استایل از اینجا شروع کردیم تا اینجا. تقریبا تا اینجا. حالا این استایل که ما در این پیج داریم، در این پیج که ما و شما این استایل داریم. ما در کل وبسایت ما هرچند اینترنت پیجا رو که جور میکنم همین استایل کار دارم. در اینجا کی است؟ در اونجا هم باید باشه. حالا اگه ما در هر پیج امیر کپی پیست کنیم، مثلا نیره در اینجا باشه، در صفحه دیگه امیر کپی پیست کنیم، در دیگه هم کپی، هر قدر پیجیز که داشته باشیم در کلش باشه، چند مشکل ایجاد میشه؟ تقریبا دو. یک مشکلی ایجاد میشه که باز دوباره اگه ما کدام تغییرات میارم، مثلا ما در استایل تغییر میارم که نه در کل پیجای ما در جای گرین کلر یلو کلر باشه، باید ما در هر پیج باز جدا جدا برم اونجا چینج کنم. صحیح؟ و باز کد ما چقدر زیاد شده، این صفحه است، این صفحه است. از این خاطر باز ما شما اکسترنال استفاده میکنیم. اکسترنال چی میشه که این سی اس استایل که اینجا ما شما داریم، این را بیخی در یک فایل دیگه میگیریم، یک نوتپد فایل دیگه میگیریم، باز در هر پیج که از استایل کار داریم در اونجا لینکش میکنیم. اون صفحه خودش مستقل میگیره. که یک صفحه نو میگیریم، میره کپی پیست بکنیم با نام CSS. این استایل که است، این استایل ما بخی کٹ میکنیم. از کجا شروع شد؟ از اینجا. هیچ ضرور هم نیست که دو استایل نوشته کنی، فقط از اینجا بگی تا اینجا. این رو ما کٹ میکنم. در یک صفحه نامی نوتپد این رو ما پیست کنیم. یعنی اینجا پیست شد. تنها چی است؟ استایل، CSS استایل. این رو سیو میکنیم. فعلا در اون جایی که ما شما وبسایت ما هستن در اونجا سیوش میکنیم. هر نام که میدیم، مثلا ما چی نام میتونم؟ style.css. اکستنشنشون چی میتین؟ CSS میتین که CSS استایل هست. سیو. خلاص این CSS استایل موجود شد. از اینجا چون این را کات کردم نه؟ از این صفحه این را کات کردیم، وقتی که این را سیو کنم ریفرش کنم استایل از کلش چی میشه؟ کلش از بین میره، به خاطر که استایلش ختم شد کات کردیم. حالا اون استایل که ما اینجا جدا در یک نوتپد فایل جور کردیم، یعنی style.css، این را چی میکنیم؟ در این صفحه لینک میکنیم. پس اون دیزاین میگیره. باز این استایلی که با شما در هر پیج بخوایم لینک کردن میتونیم. باز وقتی که ما تغییرات میآوردیم فقط در این فایل تغییر میاریم، چون این در کلش لینک است، کلگی تغییر خودشان میاد. هم کد ما کم میشه و هم کار ما آسان میشه. حالا در این صفحه که لینک میکنی فقط در هید باز کنی استایل ختم کنم. اینجا نوشته میکنیم که لینک جور میکنم. که چی جور लिंक जोड़ में करें और लिंक के लिंक चिरे जोड़ में करें स्टाइल शीट आ CSS चिमानो cascading style sheet type شون چی است text/css است. مثلا اگر ما شما جاوا اسکریپت داشته باشیم، جاوا اسکریپت ما شما استایل هایشان یگان تا همون دو اکسترنال جور میکنیم، باز اینجا لینک میکنیم، باز اینجا text/java script نوشته میشه. چون این CSS است ما شما تایپ چی رو نوشته میکنیم؟ text/css. اینجا هایپر رفرنس، نام اون فایل چی است؟ اینجا نوشته میکنیم. نام فایل چی است؟ به نام استایل است نه؟ اگر راستن کپی پیست کنی هنوز خوب میشه. اینو نامش کپی میکنیم، همینجا پیست میکنیم. دبل کد style.css. از بسته. حالا رو من سیو میکنم، وقتی که سیو من ریفرش کنم صفحه خودش اون استایل میگیره. استایل ما کجا هستن؟
استایل ما بیخی در اینجا هستن ولی کتی صفحه لینک شد وقت که لینک شد حالا که من هر تغییر در اینجا بیارم این استایل که در هر پیج لینک باشه در کلش متغیر خودشون میاد فهمیدین مثلا ما در ایرا اوپن میکنم که نوتپد فایل یعنی اینجا واس شد یک تغییر میارم در کجا تغییر میارم مثلا در این باکس فونت سایزشون 40 میسازم این را من سیو میکنم وقتی که اینجا ما بیام این رفرش کنم چند شدی؟ چند حالا اگر این لینک در هر پیج این استایل که در هر پیج لینک باشه در اونجا این 40 میشه فهمیدین؟ اکسترنال چی فایده داره؟ که استایل ما بخی جدا جور میشه دیگه اون پراپرتیز که ما خواندیم در CSS کلی مو چیزاست فقط این فایلش جدا جور میشه وقتی که جدا جور شد در هر فایل که لینک میکنی یعنی تگش نوشته میکنی که لینک rel style sheet type text css باشه و هایپر رفرنس نام فایل نوشته میکنی خودشون لینک میگیره این اکسترنال CSS لاین فهمیدین تا اینجا نیست مشکل